اینو ببینیم. میتونم بگم که یکی از جدیترین و طولانیترین ادوار مذاکراتی ما بود. نزدیک به 4 ساعت صبح جلسه داشتیم، نزدیک 2 ساعت خودرویی عصری و همون به صورت غیر مستقیم آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه. آخه اسکول راه افتاد این کشور که چی بشه. شما که میدونین آخرش چی میشه، ما هم میدونیم، ترامپ هم میدونه داره چی کار میکنه. چرا پا میشه میرین این کشور اون کشور؟ واقعا مثلا انگیزتون چیه؟ خسته نشدین از دستمال کشی؟ یا داریم وقت میخریم؟ ترامپ که موضعش مشخص کرده. کسی که باهوشه که اینو میفهمه دیگه. خودش هم میدونه میزنه، ما هم میدونیم، شما هم میدونین. این کارا بازیه باهاتون. واقعا به چه اعتماد به نفسی پا میشی میری اونجا مذاکره؟